خلق تاجیک تاریخی 6000 ساله داشته. نظام دولتداری آن از 1000 ساله سیوم آغاز می شود. تاجیکان ملتی دارای تاریخ و تمدن قدیم بوده. آیین دولت و دولتداریشان از 1000 ساله سیوم قبل از میلاد آغاز گردیده است. در طول تاریخ دولت تاجیکان بارها دچار تنزل گشته، دیگر باره احیا و تکامل یافته است. خلق تاجیک همچون ملت صاحب تمدن و دارای تجربه کهن دولتداری برای بنیاد دولت مستقل ملی در همه دور و زمان کوشش و تلاش ها نموده است. تاریخ نگاران تشکل خلق تاجیک را به 3 مرحله تاریخی جدا نمودند. دوره یکم، زمان تشکل و انکشاف خلق تاجیک در دوره دولتداری ساسانیان در حدود شمال و شرقی خراسان. دوره دوم تشکل یابی خلق تاجیک در ماوراءالنهر در دوره دولت‌های هیتالیان، طاهریان و صفاریان صورت گرفته است که در این دوره خلقیت‌های تاجیک تبار از جمله باختری‌ها، خوارزمی‌ها و سغدی‌ها زندگی می‌نمودند. دوره سیوم انجام روند تشکلیابی خلق تاجیک در زمان دولتداری سامانیان صورت گرفته است. از روی تفسیر تاریخ‌نگاران، تاجیکان تا زمان به دست آوردن استقلالیت دولتی یعنی سال 1991 به هیئت دولت‌های اجدادی و خاندان‌های بیگانه تبار زیرین داخل بودند. هخامنشیان سالهای 550-330 تا میلاد، سلفکیان سال 312 تا 250 تا میلاد، یونان و باختر سال 250 تا 140 تا میلاد، اشکانیان سال 247 تا سال 226 میلادی، کوشانیان عصرهای 2 و 4، ساسانیان سال 224 تا 651، هیتالیان 450 تا 567، خلافت عرب 671 تا 875، طاهریان 821 تا 873، صفاریان 873 900، سامانیان 875 تا سال 999، غزنویان 998 تا 1186، قرخانیان 1005 تا سال 1212، سلجوقیان 1040 1157، غوریان 1150 تا سال 1206، خوارزمشاهیان 1172 1221، اولوسی چغتای 1221 تا سال 1359، تیموریان از سال 1370 تا سال 1507، شیبانی ها از سال 1501 تا 1599، اشترخانی ها از سال 1599 تا 1753، منقیتی ها از سال 1753 تا سال 1920، کشور ترکستان روسیه از سال 1867 تا سال 1918، جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی ترکستان 1918 1924، جمهوری خلقی شوروی بخارا 1920 1924، جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان 1924 1929، جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در هیئت اتحاد شوروی 1929 1991. آموزش سرچشمه ها و بازیافت های تاریخی از آن شهادت می دهند که تاجیکان از ابتدا دارای عنعنه و طرز و اصول خاص فرهنگ دولتداری بودند. دولت و دولتداری خلق تاجیک دوره‌های طولانی تاریخ را در بر می‌گیرد. طبق معلومات باستانشناسی، آغاز دولتداری نیاگانمان به زمان پیدایش سلاله‌های آریایی پیشدادیان و کیانیان بزرگ
نسبت داده می شود. از روی معلومات اوستا دولت‌های قدیمترین در آسیای میانه اینها محسوب می یابند: ایرایانم ویجا یا آریانم ویجا، فراهنای آریانا دایخیوس هستی. اولین دولت‌هایی در منطقه آسیای میانه پیدا شده پارت، باختر قدیم، خوارزم بزرگ، مرغیان، سوخت حساب می‌یابند. در این دولت‌ها خلقیت‌های مقیمی زیرین اقامت داشتند: سوخت‌ها، باختری‌ها، فرغانیان، مرغیان، پارت‌ها و خوارزمی‌ها، اجدادان آریایی‌ها. یک جایه با این خلقیت‌های مقیمی، اینچنین خلقیت‌های آریاتباری بادیانشینی مسگدها، سکایی‌ها و سکایی‌های هاومورگ آن سوی سوخت نیز زندگی می‌کردند. شاهیگری باختر و خوارزم بزرگ. طبق معلومات تاریخی به هیئت باختر قلمرو امروزه تاجیکستان مرکزی، جنوبی، ولایت سرخندریای جمهوری ازبکستان و شمال افغانستان داخل می شدند. سرچشمه‌های تاریخی موجودیت دولت سوخت را که حدود وادی‌های امروزه زرافشان و قشقدریا و قسمت شمال تاجیکستان امروزه را فرا گرفته بود معلومات می دهند. پایتخت این دولت شهر مراقند، سمرقند حاضره حساب می شده است. شغل اساسی مردمان این دولت ها کشاورزی، چارواداری و هنرمندی به شمار می رفته است. دولت های باختر، سوخت و خوارزم وارثان دولتی کیانیان بزرگ و به واسطه اجدادان قدیمترین مردم تاجیک بودند. در آغاز 1000 ساله یکم تا میلاد کیانیان بزرگ به این دو حوزه تاریخی و فرهنگی جدا شده تا زمان پیدایش دولت مشهور هخامنشیان مرکز آریانا، آسیای مرکزی، باختر، سوخت، خوارزم به حساب می رفتند. دولت هخامنشی‌ها سال 550 قبل از میلاد در آریانای غربی دولت هخامنشی‌ها عرض هستی نموده است. بنیادگذار دولت هخامنشی‌ها کوروش بوده. هخامنشیان نام گرفتن دولت به نام سراولاد سلاله هخام که سالهای 675 قبل از میلاد حاکمی ولایت فارس را به عهده داشت نسبت داده می شود. کوروش بعدی به تصرف درآوردن ماد میدیا سال 547 ارمنستان و دولت یونانی آسیای خرد لیدیا و سال 538 پیش از میلاد بابلستان و آسیای مرکزی به تشکیل ایمپریای اولین جهانی اساس گذاشت. مقصد اساسی جنگ‌های کوروش در آسیای مرکزی در هیئت یک دولت متحد نمودن خلق‌های ایرانی حساب می‌یافت. کوروش مؤلف اولین اعلامیه حقوق بشر میباشد. باختر، سوخت، پارت و خوارزم به 4 ولایت ساتراپ جدا شده بودند. ساتراپ یعنی ولایت فعالیت متمرکزانیده شده داشته به خزینه شاهنشاهی انداز می سپاریده است. زمان دولت هخامنشی‌ها دوره تشکل و تکامل نظام اداره کنی و خدمت دولتی به حساب رفته به تحکیم ساختار با نظام دستگاهی اداره کنی دولت‌های من بعده اساس گذاشته است. این شاهنشاهی را بعد مرگ کوروش شاهان کمبیز، بردیه، داراییک و دیگران سروری نمودند. دولت هخامنشی‌ها با حمله شدید اسکندر برهم داده شد. اسکندر سالهای 334-327 تا میلاد آسیای خرد و میانه، سوریه، فلسطین و مصر را اشغال کرد. در مبارزه های ضد استیلاگرانه یونان و مقدونی‌ها سهم قهرمان خلق تاجیک سپیتامین که توانست با دلیری و شجاعت به اشغالگران ضربه های مرگاور زند
بی نهایت کلان است. دولت سلفکیان. این دولت سال 312 تا میلاد به وجود آمده است. بعد مرگ اسکندر مقدونی 13 ایون سال 323 برای به دست آوردن حاکمیت در بین سرلشکرانش مبارزه شدید صورت می‌گیرد. سلف که شاه بابل تعیین شده بود، برخلاف عهدنامه بسته شده در بین سابق سرلشکران اسکندر به شرق هجوم نموده، پارت، سوق و باختر و گیراکیه را ضبط کرد. تقریبا سالهای 305-304 تا میلاد سلف خود را شاه سوریه و ایران و آسیای مرکزی اعلان می نماید. ایران، پارت، باختر و سوق پوره به اختیار دولت سلفکیان در آورده می شود. این دولت را سلفک یک، انتیاکس پسر سلفک دو، انتیاکس یک راهبری نمودند. ساخت دولتداری در این دوره ها رو به تنزل داشت، زیرا سلفکیان با سبب پیوسته مشغول جنگ بودن امکانیت جداً مشغول گردیدن با کارهای دولتداری را نداشتند. دولت یونان و باختر. این دولت یونانی اساس نیاگان تاجیکان اول در حدود ساتراپی باختر تشکیل یافته، سپس قلمرو خود را از حساب ملک‌های همجوار وسیع نموده است. سال 256 تا میلاد ساتراپی باختر دیادات یک از سستی سلفکیان استفاده نموده باختر را مستقل اعلان کرد. این دولت زیاده از 120 سال موجود بود. دولت یونان و باختر، سوخت، آریانا، مراغه، اسپیان، قسمت جنوبی افغانستان امروزه و ملک‌های زیادی وادی هند را متحد می‌ساخت. پس از دیادات یک، دیادات دو، یفتیدیم، دیمیتری، اوکرادیت شاهنشاهی نمودند. دولت اشکانیان. دولت پارت بزرگ پرفیا و شاهنشاهی اشکانیان از سالهای 250 تا میلاد تا سال 226 میلادی عرض هستی نموده است. اساسگزار این دولت ارشک بوده. موضع جایگیرشویش قسمت غربی آسیای مرکزی حدود حاضره ترکمنستان حساب می‌یابد. به عقیده بعضی محققان ارشک اصلاً باختری از قبیله پهرن‌های آریایی آسیای مرکزی بوده است. تغییرات وارد نموده اشکانیان در همه سمت‌های دولتداری مشاهده می‌گردد. از جمله در نظام اداره کنی در نزد شاه عمل نمودن شورای عالی مقامی عبارت از دو مقام عالی، شورای اشراف و شورای کاهنان، نویگری و اصلاحات در اداره کنی دولتی آن وقته حساب می شود. خصوصیت دموکراتی داشتن فعالیت این دو مقام در آن ظاهر می شد که انتخاب شاه از جانب هر دو شورا عملی کرده می شد. دولت ساسانیان. بعد زوال دولت مشهور پارت بزرگ پرفیا و شاهنشاهی اشکانیان، در زمینه خرابی‌های آنها شاهنشاهی ساسانیان با سروری اردشیر یک بابکان ساسانی سالهای 224-242 تشکیل یافت. دولت ساسانیان دولتی پرقدرت شد که در تمام آریانا وسعت داشت و از لحاظ حربی به همتا بود. محض با قوه لشکری پرقدرت نظامی نوی اداره کنی جاری گردید. سرزمین سوریه، ارمنستان، سیستان، قسمی از خراسان و سال 224 سراسر سرزمین ایران به تصرف شاهنشاهی ساسانیان داخل کرده شد. بعد اردشیر پسر او شاپور یک سالهای 242
1272 شاهنشاهی را صاحب شد. پایدیوار و مرتبه دولت ساسانیان در دوره شاهی شاپور دو سالهای 309 379 شکوه و شهامتی تازه گرفته است. این دولت را اینچنین شاه یزدگرد یک سالهای 399 420 و رهران 5 بهرام گور سالهای 420 437 یزدگرد دو سالهای 438 457 خسروی یک انوشیروان سالهای 531 579 و یزدگرد سه سالهای 632 651 راهبری و اداره نمودند. شاعران و عالمان و اهل معرفت در جامعه ساسانیان مرتبه خاصه داشتند. یکی از شخصیت‌های تاریخی دارای شهرت جهانی، باربدی مروزی، رامشگری بی همتا در همین دایره سالمی مدنی این سلاله تربیت یافته است. خدمت تاریخی دولتداران ساسانی آن بود که در دوره حکمرانی آنها شهرهای معرفی کننده تاریخ تمدن تاجیکان، سمرقند، بخارا، خوجند، بلخ، مرو و هرات آباد و زیبا گردید. این دولت در زمان شاهی یزدگرد سه سال 651 از جانب عربها سرنگون کرده شد. دولت هیتالیان. این دولت به مردمان ورزرود تعلق داشت. در برابر دیگر عامل‌ها خصوصیت خاص این دولت زبان شرقی ایرانی و حروفات کوشانی باختری را صاحب بودن آن محسوب می‌یابد. زمانی برهم خوردن دولت هیتالیان بین ساسانیان و خاقانی ترک معاملات تجارتی تیز و تند گردید. تاریخ نگاران نزاعی بین آنها را نه در منفعت‌های سیاسی بلکه در منفعت‌های اقتصادی تجارتی می‌بینند. در زمان کوشانیان از آسیای مرکزی راه ابریشم می‌گذشت. این راه آسیای مرکزی را با روم پیوست نموده برای رواج یافتن شاهی بافی و کیرمک پروری که در غرب تماماً وجود نداشت شرایط فراهم آورده بود. از این تجارت امپریای روم مخصوصاً از تجارت شاهی فایده می‌دید. فارس ها در این عملیات میانه روی کرده فایده مفت به دست می آوردند که در این جاده منفعت سوداگران فارس و سوخت به هم برخورد. دولت خاقانی ترک در سالهای 30-60 عصر شش ضمن هجوم به ورزرود، ماوراءالنهر و برهم دادن دولت هیتالیان در سیبیر جنوبی و آلتای از حساب قبیله های ترک زیر عنوان خاقانی ترک سالهای 551 744 اتحاد دولتی تشکیل شد. این دولت سالهای 600 603 به دو قسم تقسیم شده است: خاقانی شرقی ترک ها و خاقانی غربی ترک ها. خاقانی ترک در آخر عصر 7 و مابین عصر 8 در نتیجه نزاع‌های داخلی و بیرونی، بحران داخلی و مخصوصاً جنگ‌های پی در پی برهم خورده است. خلافت عرب. پس از ظهور دین اسلام و تشکیلیابی خلافت عرب، تدریجاً ملک‌ها و کشورهای همجوار به تابعات آن می‌گذرند. در دوره خلیفه دوم عرب عمر سالهای 634 644 زمانی متحد شوی و استیلای عرب‌ها آغاز می‌یابد. ضمن هجوم به آسیای مرکزی عرب‌ها سال 651 مرو، سال 705 ورزرود، ماوراءالنهر، سال 709 بخارا،
سال 712 سمرقند، سال 823 استروشن را به تصرف خود درآوردند. عرب‌ها به مقابلیت شدید خلق‌های ورزرود روبرو شدند. یکی از شورش‌های اموی که به عرب‌ها ضربه سخت وارد نمود، تحت راهبری هاشم ابن حکیم معروف به مقنع به وقوع پیوست. پیروان مقنع با لباس سفید عمل می‌کردند، از این رو آنها را سفید جامگان می‌نامیدند. هجوم اصطلاحگرانه خلافت عرب بعد درگذشت محمد پیغمبر سال 632 آغاز گردیده است. خلیفه های عرب اصلاً منصب اداره کنی دولتی را صاحب شده، همزمان راهبری عالی دین و شمار می رفتند. دولت طاهریان. سوس شدن حاکمیت مرکزی، شورش‌های مردمی و کوشش‌های استقلالیت خواهی باعث بالاروی نفوذ سیاسی خاندان‌های محلی ماوراءالنهر و خراسان گردید. اولاً خاندان برمکیان و سهلیان بودند. سالهای 821 873 دولت طاهریان تشکیل یافته است. طور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در اثر تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان تذکر داده است. تأسیس دولت طاهریان آغاز واقعی دولتداری ملی و استقلال تاجیکان به شمار می رود. اساسگزار دولت طاهریان طاهر ابن حسین می باشد. او جسورانه بر ضد خلافت عرب برآمده و کامیابی های خاصه نائل گردید. از این روز اعتباراً ما تاجیکان از خلافت عرب دست میکشیم. بله، دست میکشیم. مگر تا بکی ملت صاحب معرفت و با فرهنگ باریگرانی قلمداری را کشیم. ما تاجیکان بهر آزادی تلاش میکنیم و مبارزه میبریم. سال 822 بعد کشته شدن طاهر، پسرش طلخه به سر حاکمیت آمد. بعد وفات طلخه، برادر او عبدالله ابن طاهر سال 828 راهبری دولت را صاحب شده است. محض در زمان حکمرانی او دولت طاهریان مستحکم گردیده به دولت مستقل تبدیل یافت. پایتخت طاهریان شهر نیشاپور بود. یکی از مسئله های جالب زمان طاهریان نظام آبیاری و تشکیل نهر و شبکه های نوی آبیاری حساب می یابد. دولت صفاریان. دولت صفاریان سالهای 873 903 عرض هستی نموده است. اساسگزار دولت صفاریان پهلوان اصیل تاجیک یعقوب ابن لیث بود. یعقوب در جوانی هنگام اقامت در شهر زرنج شاگرد صفار میسگر بوده است و از اینجا سلاله او را با عنوان صفاریان معرفی نمودند. در محاربه ها با دسته خود به دسته های غازیان سیستان همراه شدند. والی کابل، سیند، مکران را تابع و سال 867 هرات و هوشنگ، سال 869 کمینه و فارس را ضبط نمود. سال 873 لشکر محمد ابن طاهر را شکست داده مرکز دولت طاهریان نیشاپور را ضبط نمود. دولت صفاریان تا ابتدای عصر 10 سلطنت داشت. در عهد صفاریان
زبان و فرهنگ و سنت‌های اجدادی آریایی احیا گردیده در تشکل من بعده ملت تاجیک اهمیت تاریخی را کسب نموده است. دولت سامانیان اولین دولت متمرکزی ملی تاجیکان با نظرداشت متحد شوی قوم و قبیله های تاجیک زبان، موقع مستحکم پیدا نمودن زبان تاجیکی در ماوراءالنهر و خراسان، موجود بودن عنعنه های بای اجتماعی، اتنیکی، فرهنگی و اینچنین صاحبی مختاریت شدن ولایت های شرقی خلافت عرب، ماوراءالنهر و خراسان زمینه و امکانیت برپا کردن دولت مستقل تاجیکان به وجود آمد. بعد تشکیل دولت سامانیان تحت راهنمایی آنها با مهنت صادقانه خلق تاجیک شهر و دهه های خراب گردیده برقرار کرده شد. زبان یگانه تاجیکی مقام دولتی گرفته در رشد فرهنگ و معنویت خلق تاجیک نقش مهم بازی. طرز اداره کنی و راهبری به همه ساحه های خواجگی خلق و در مجموع دولتداری در زمینه آیین و سنت های اجدادی به راه مانده شد. یکی از نمایندگان عالی مقام این خاندان اسماعیل سامانی بود که او را همچون بنیادگذار دولت سامانیان اعتراف نمودند. محض با کوشش او در این دوره تمامی ملک‌های تاجیک نشین آسیای مرکزی، ماوراءالنهر و خراسان در هیئت دولت یگانه متحد گردیدند. دولت ملی متمرکز تاجیکان تشکیل شد. خدمت بزرگ اسماعیل سامانی و وارثان او در آن بود که نظام نهایت منظم، مؤثر و فعال اداره مرکزی و محلی را بنیاد گذاشتند. این نظام عنصرها و ارزش‌های مهمترین دولتداری آریایی را احیا نموده، آنها را با ارزش‌های تمدن گذشته و موجوده دور آمیزش داد و تجسمگر ارزش‌های بهترین سنت‌های دولتداری و به اعتراف دانشمندان متمدن‌ترین دولت زمان خود گردید. امور اداره دولت سامانیان توسط دو دستگاه، دربار و دیوانها انجام می‌شد. ریاست دربار یا درگاه به ذمه حاجب بزرگ بود. عنوان حاجب بزرگ به سرور نظامیانی نزد دربار داده می‌شد. صاحب حراسه و یا امیری حراسه بعد از حاجب بزرگ دومین منصب و عنوان بلند حربی حساب می‌شد. از روی یادداشت‌های نظام الملک امیری حراسه همیشه در اختیار خود 50 چوبدار داشت که آنها وظیفه نگاه داشتن ترتیبات جمعیتی را به عهده داشتند. امیری حراسه و چوبدارانش تحت اطاعت بیواسطه امیر بودند. اداره کنی مرکزی از جانب 10 دیوان تنظیم می شد. ابوبکر نرشخی وفاتش 959 در یادداشت‌های خود با نامگذاری از 10 بنای مخصوص برای فعالیت این دیوانها در زمان حکمرانی نصرالدو 914-943 ساخته شده یادآوری می نماید. همان طوری که قید گردید، دولتداری سامانیان در شکل دیوانها، وزارتها اداره می شد. دیوان وزیر، حاضره سروزیر یا خواجه بزرگ دیوان اساسی بود. وزیر یا خواجه بزرگ بعد از امیر در دولتداری شخص دوم حساب یافته، تنها به امیر اطاعت میکرد. دیوان وزیر و دیگر دیوانها راهبری می نمود و همه مؤسسه های مأموری، سیاسی و خواجگی را نظارت می نمود. دیوانهای دیگر باشد دیوان مستوفی، دیوان امیدالملک یا الرسائل، دیوان صاحب اشراط، دیوان صاحب البرید، دیوان محتسب، دیوان مشرف، دیوان قاضی، دیوان ازضیا و دیوان وقف نامگذاری می شدند. ندیمان و یا با نام دیگر مشاوران
در مستحکم نگاه داشتن حاکمیت سامانیان نقشی مهم داشته و امیر دایر به مسئله های مهمترین دولتداری مصلحت و مشورت می نمودند. دسترخوانداران به کابل‌ها، سئیس‌ها دارای فونکسیاهای خدمترسان بوده و وکیل که سردار خواجگی حساب می شد اطاعت می نمودند. ضمن آموزش ساختار دولتداری سامانیان در ترتیب تابعیت و حسابات دهنده بودن دیوانها به یکدیگر و عهده‌داری‌های بی‌واسطه مسئولان دربار نظام معینی دیده می شود که از روی پرینسیپ و طلبات مخصوص به راه مانده شده است. دولت سامانیان با وجود همه این کامیابی ها از روند عمومی تاریخی تشکل، شکوفایی و تنزل نظام دولتداری استثنا نبود. باید مخصوص ذکر نمود که در شکست و تنزل این دولت چند عامل یا سبب اساسی نقش حل کننده داشتند. اولا وحدت یگانه راهبریت عالی دولت و خود خاندان سامانیان تا آخر تأمین نشد. در مرحله اولی دولتداری این وحدت و یگانگی تأمین بود و عامل نهایت مهم و پیشرفت دولت سامانیان گردید. هنگامی که مبارزه قدرت طلبی در بین خاندان سامانیان اوج گرفت، این وحدت از بین رفت و زمینه زوال دولت فراهم آمد. دوم، تأسیس و نفوذ سپاه غیرملی گارد سامانیان که اساساً از حساب غلامان زرخرید ترک تشکیل شده بود، در لحظه های حل کننده وسیله با اعتماد حفظ کشور و حتی حاکمیت سامانیان نگردید. سیوم، مبارزه حاکمان با نفوذ بعضی ولایت‌ها برای قدرت و صاحب اختیاری حکومت مرکزی را تدریجاً ضعیف نموده باعث نزاع و مناقشه های داخلی و خارجی مملکت گردید. چهارم، فعالیت ضد ملی و اختلاف انگیز بعضی گروه های روحانیان که مردم را از پشتیبانی و دفاع از استقلالیت ملی باز می داشتند در شکست دولت متمرکز سامانیان تأثیری جدی داشت. پنجم، افزایش فشار روز افزون نیروهای خارجی در شرایط بحران داخلی سیاسی دولت سامانیان از عامل‌های اساسی شکست دولت گردید. پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان عامل و سبب‌های تنزل دولت سامانیان را تحلیل کرده تذکر دادند. امیر اسماعیل سامانی با تمام وجودش خواهان متحدی تمام سرزمین تاجیکان بود. او برخلاف تحریکات پی در پی خلیفه بغداد سبب اساسی شکست دولت ابرقدرت سامانیان تنگ نظری حاکمان، منصب تلاشی و خداخواهی یک زمره سیاستمداران و سپاهیان، کشمکشی های بی‌معنی داخلی، خیانت اجنبیان و قواهای ضد خلقی مرکز گریز بودند. تاریخ بعد از 1000 سال ما را وادار می سازد که از تجربه تلخ نیاگان خود سبق گیریم، منفیت دولت و ملت را از همه بالا شماریم و قدر دولت و دولتداری و وطنی اجدادی برسیم، کشور را از پراکندگی، ملت را از نابود شوی نگاه داریم. این دولت بزرگ تاریخی را نمایندگان زیرین سلاله سامانیان حکمرانی و اداره نمودند. یکم، سامان خداد اساسگزار سلاله سامانیان. دوم، اسد. سیوم، پسران اسد: نوح، احمد، احمدی یک، یحیی، الیاس. یکم، احمدی یک 819 864
پسر احمد. دویم نصر یک 864 892 پسر احمد یک. اسماعیل یک 892 907 برادر نصر یک. سیوم احمدی دو 907 914 پسر اسماعیل یک. نصر دو 914 943 دادرزاده نصر یک. چهارم نوح یک 943 954 پسر نصر دو. پنجم عبدالملک یک 954 961 پسر نوح یک. منصور یک 961 976 برادر عبدالملک یک. ششم نوح دو 976 997 پسر منصور یک. هفتم منصور دو 997 999 پسر نوح دو. عبدالملک دو 999 1000 پسر منصور دو. دولت غزنویان سالهای 998 1186 دولت غزنویان عرض هستی نموده است. اساسگزار دولت غزنویان الپتگین بود. دولت ضمن پراکنده شوی دولت سامانیان در شرق افغانستان برپا گردید. پایتختش شهر غزنه منسوب به دولت سامانیان بود. این دولت را الپتگین سال 961 بعد آن خویشش سبکتگین سال 977 و از سال 998 تا 1030 محمود پسر سبکتگین که پیشتر حاکم خراسان بود اداره کردند. ناوابسته از آن که در تاریخ سلطان محمود غزنوی در استیلاگری و جبر و ستم نام برآورده است. در زمان حکمرانی او پایتخت دولت شهر غزنه مرکز علم و معرفت، رونق هنرمندی و سودا، مکان وسعت شعر و ادب گردیده بود. دولت غزنویان بعد وفات محمود سال 1030 رو به تنزل نهاده پراکنده گردید. دولت قرهخانیان در ابتدای عصر 11 قبیله های ترک هفت رود و تیانشان مرکزی در حدود از قاشقر تا اسفجاب دولت قرهخانیان را تشکیل نمودند. نام قرهخانیان را گرفتن دولت به حاکم نخستین آن کریم قرهخان منسوبیت دارد. قرهخانیان امکانیت تشکیل دولت را تنها در راه از جانب خانها قبول گردیدن دین اسلام و مسلمان شوی دریافتند، ولی دولتی برپا نموده آنها متمرکز نبود. سرزمین به دو قسم، ملک شرقی و ملک غربی جدا می شد. سال 1089 ضمن هجوم ملکشاه سلجوقی تمام مرز قرهخانیان به تصرف سلجوقیان گذشت. دولت سلجوقیان پایتختش یک وقتها اصفهان شد. این دولت در نتیجه ضبطکاری‌های قبیله‌های بادیانشین غوز، آغوز و پیشوایان سلاله سلجوقیان طغرلبک سلجوقی، الپ ارسلان، ملکشاه سلجوقی و جلال‌الدین ملکشاه تشکیل شده. مرز دولت سلجوقیان در غرب تا بحرهای میان زمین و مرمر، در شرق تا قاشقر، در شمال تا بحر ارل و در جنوب تا خلیج فارس و بیابان سوریه طول کشیده بود. تاجیکان و فارس ها در اداره کنی این دولت
با عقل و ذکاوت خود موقعی خاصه داشتند. یکی از وزیران نامدار دولت سلجوقیان 30 سال خدمت وزیری نموده تخلص نظام ملک را گرفته است. در نظام اداره کنی دولت سلجوقیان او کوشش نموده است که تجربه دولت سامانیان را زنده گردانده به این وسیله عنعنه‌های فرهنگی دولتداری اجدادی را حفظ نماید. این دولت بعد فوت سلطان سنجر سال 1157 برهم خورده است. دولت غوریان در میانه‌های عصر 12 از سال 1157 تا 1206 دولت غوریان نشأ و نما و ادامه یافته است و این درخشانترین دوره تاریخ مملکت غوری‌ها محسوب می‌یابد. دولت غور همچون دولت کامل الاصل تاجیکی با ثبات‌ترین و پیگیرترین ادامه دهنده سنت دولتداری سامانی بوده. فعالیت آن در این عرصه باعث احیا و تحکیم من بعده این سنت و عامل مهمی عمر دوباره یافتن فرهنگ اصیل ملی تاجیک بوده است. اساسگزار سلاله غوریان سیف‌الدین ابن عزاالدین حسین از خاندان سوری بوده است. این سلاله به خاندان سامانیان مناسبت اولادی داشته است. ساختار اداره کنی دولت غوریان چنین بوده است: ولایت‌های علاهیده مستقل را ملک‌ها اداره می‌نمودند. منصب راهبری کننده ولایت را 2 نفر حاکم و سپهسالار به عهده داشتند. او در اداره کنی دولت از شکل و اصول دولت سامانیان استفاده کرده ادامه دهنده فضیلت‌های خاص دولتداری تاجیک ارزیابی می‌گردد. سال 1215 با سبب پرزورشوی زد و خورد بین حاکمان علاهیده محلی و دیگر عامل‌ها از جانب محمد خوارزمشاه این دولت برهم داده شد. دولت خوارزمشاهیان. خوارزم منطقه است که در تمام دوره‌های تاریخ ما ادعای جدایی داشته است و حتی بسیاری از مورخان و جغرافی نویسان ما آن را از ماوراءالنهر جدا می‌حسابند. عنوان حاکمان این سرزمین خوارزمشاه بوده است. زمینه‌های استقلال آینده خوارزم و مرکز مهم سیاسی گشتن آن را خوارزمشاه تکش 1172-1200 فراهم آورد. سالهای حکمرانی تکش دولت خوارزمشاهان دوره پراقتدارترین خود را از سر می‌گذراند. در این دوره کشاورزی و هنرمندی، تجارت و علم و فرهنگ دولت خوارزمشاهان پیش رفت. سالهای 1200-1220 در دوره حکمرانی محمد خوارزمشاه حدود این دولت خیلی وسیع گردیده سرحد آن در شرق تا 7 رود، در غرب تا بحر کسپی، در شمال تا بحر ارل، در جنوب تا عراق رسید. در ابتدای عصر 13 در مرز مغولستان امروزه دولت فئودالی مغول تشکیل می‌یابد. اساسگزار این دولت که از سال 1155 تا 1227 زندگی نموده است چنگیزخان بوده است. سالهای 1220 مغول‌ها بخارا را محاصره نمودند. بعد گرفتن بخارا چنگیزخان به اصطلاح سمرقند که شامل امپریای خوارزمشاهیان و زیر سرپرستی محمد خوارزمشاه بود آغاز کرد. شهر پرره طلب و تاراج گردیده زیاده از 70,000 نفر هنرمندان، کاسبان و دیگر طبقه اهالی کشته و 30,000 نفر اسیر گرفته شدند. کشتار و فرار اهالی به درجه زیاد شد که بعد آرام شدن وضع شهر تنها 4/1 حصه شهر
باقی مانده بود. در تاریخ مبارزه خلق تاجیک بر ضد غاصبان مغول، محافظان خوجند با سرداری قهرمان ملی تیمورملیک دلیری، شجاعتمندی و میهن پرستی به همتا نشان دادند. محض تیمورملیک و رزمندگان شجاع او توانستند به لشکر چنگیزخان با ضربه‌های مرگبار خسارات زیاد جانی وارد کنند. دولت تیموریان. شورش محمود تارابی، نهضت سربداران سمرقند سالهای 1365 1366 و نهضت سربداران کرمینه سال 1373 پایه‌های حکمرانی مغول‌ها را سست نمود. تیمور لنگ از فرصت استفاده نموده با راه فریب سال 1370 حاکمیت را در سمرقند به دست گرفت. بعداً خوارزم، ایران، افغانستان، عراق، ماوراءالنهر، قفقاز جنوبی و غیره را ضبط نموده ایمپریای بزرگ تشکیل کرد. پس از مرگ تیمور سال 1405 حاکمیت به دست حاکم هرات پسر تیمور شاهرخ گذشت. کشمکشی‌های داخلی و اولادی در خراسان، پیدا گردیدن حکمران دیگری تیموری سلطان حسین بایقرا سالهای 1469 1507 سبب دو حاکمیتی و تنزل دولت تیموریان گردید. دولت تیموریان در نتیجه استیلای شیبانیان و وارد شوی قبایل کوچی دشت قیپچاق از بین رفت. دولت شیبانیان. ابتدای عصر 16 قبایل کوچی دشت قیپچاق و ماوراءالنهر وارد شدند و حاکمیت را به دست گرفتند. دولت شیبانیان دولت املاکی بود که آن را یکی از صاحبان ملک ناوابسته به آبرو و اقتدارش با نام خان و خاقان اداره می‌کرد. این دولت را عبدالله خان دو و نماینده آخرین سلاله شیبانیان پیر محمد خان دو اداره نمودند. سلاله شیبانیان در نتیجه مبارزه های بین خودی خاندان از بین رفت. دولت اشترخانیان. اساسگزار این سلاله جانیان جانی محمد سلطان جانی بیگ سلطان بود. راهبر دولت خان نام داشت. در این دوره بعض آبادکاری های دولتداری از جمله کارهای آبیاری به انجام رسانیده شد. این دولت خانی در دوره سلطنت کوتاه مدتی پی در همی برادران عبیدالله خان 1702 1711 و عبدالفیض خان 1711 1747 به قسم‌های خرد تقسیم شد. از این پس در حدود ماوراءالنهر 3 دولت علاهیده، امارت بخارا، خانه‌های خوقند و خیوه تشکیل یافتند. دولتداری خلق‌های آسیای مرکزی تا انقلاب اکتبر. از میانه‌های عصر 18 تا آخرهای عصر 19 در ماوراءالنهر دوره پراکندگی به وقوع می آید. در این دوره دولت یگانه تاجیکان وجود نداشت و پراکنده در هیئت 3 دولت زندگی می کردند. جنگ‌های داخلی، پراکندگی و هجوم شاه ایران نادرشاه افشار و اقتصادیات و فرهنگ خلق‌های منطقه
خسارات زیاد وارد نمود. سال 1747 نادرشاه از دست درباریان خودش کشته شد. بی سر و سامانی در اداره کنی سر زد. از این وضعیت مناسب استفاده نموده یکی از لشکرکشان نادرشاه احمد خان قندهار را گرفته خود را شاه افغانستان اعلان کرد. در عصر 19 قسمت زیاد زمین‌های تاجیک نشین ساحل چپ دریای امو به هیئت دولت افغانستان گذاشتند. در بخارا محمد رحیم از سلسله خاندان منقیتیه عبدالفیض را به قتل رسانیده سال 1753 خود را خان اعلان نمود و برای گذاشتن حاکمیت به سلاله منقیتیه اساس گذاشت. معلوماتنامه تاریخی امارت بخارا را در این سالها امیران زیرین اداره کردند. یکم سالهای 1785 1800 امیر شاه مراد. دوم سالهای 1800 1826 پسر شاه مراد امیر حیدر. سیوم سالهای 1826 1860 پسر حیدر امیر نصرالله. چهارم سالهای 1860 1885 پسر نصرالله امیر مظفر. پس از مرگ امیر نصرالله پسر یگانه او مظفر از سال 1860 تا 1885 در بخارا امیری کرد. میانه عصر 19 روسیه پادشاهی به آسیای مرکزی هجوم کرد و در مدت کوتاه حدود زیادی را به تصرف خود درآورد. امیر مظفر در مقاومت بر ضد لشکر روس شکست خورد و از جمله شهر سمرقند را از دست داد. بعد آن با امپراتور روس شرطنامه بسته شد که موافق آن من بعد امارت بخارا مقام دولت وصل یعنی نیم مستقل را گرفت. سالهای 70-80 سده 19 در ملک‌های حصار، کولاب، بلجوان، درواز، شوراباد، قرطاق، دهنو، رامید، سفیداب شورش‌های خلقی پی هم به عمل می آمدند. شورشی بزرگی که به پایه‌های دولتداری امیر ضربه سخت وارد نمود. تحت راهبری قهرمان خلق، دهقان جوازکش دره مختار خاولینگ واسه به وقوع پیوست. واسه در رأس شورشگران به ضبط قلعه بیک بلجوان نائل گردید ولی آن را دیر نگاه داشته نتوانست. بعد وفات امیر مظفر سال 1885 پسرش عبدالاحد امیری بخارا تعیین شد. امیری جوان دانشی زمانوی داشت زیرا در شهر سنت پترزبورگ روسیه تحصیل نموده بود. از زبان روسی و کار و سیاست حربی آگاهی داشته صاحب رتبه گنرال ادیوتانت بود. رمزاً سرداری پالک کازاک‌های ارنبورگ را به عهده داشته امپراتور روس به او اردن الکساندری مقدس را داده بود. بعد وفات او پسرش عالم خان امیری بخارا تعیین کرده شد. در زمان حکمرانی امیر عالم خان جنگ یکم جهانی سر زد. در روسیه انقلاب فوریه و بعدتر انقلاب اکتبر غلبه کرده نیکلای دو از تخت سرنگون کرده شد. به زودی در کشور ترکستان نیز حاکمیت به دست شوراها گذشت. در نتیجه انقلاب خلقی بخارا سال 1920 امارت بخارا با راهبری امیر عالم خان سرنگون گردید. امیر عالم خان سال 1920 به افغانستان گریخت و تا آخر عمر سال 1944 در آنجا پناه برد. تاجیکستان از سال 1920 تا سال 1924 پس از انقلاب اکتبر در حدود ورزرود جمهوری مختار شوروی ترکستان، جمهوری‌های خلقی شوروی بخارا و خوارزم تشکیل یافتند. سال 1924 در زمینه این جمهوری‌ها تقسیمات مالی و حدودی گذرانیده شد که
در رفت آن حقوق‌های ملی تاجیکان همچون ساکنان اصلی و بومی منطقه پایمال گردید. 12 ایون سال 1924 کمیته مرکزی رکپب درباره تقسیمات ملی جمهوری‌های آسیای میانه قرار قبول نمود. کمیته موقتی مرکزی اجرایی بخارای شرقی 7 ایون سال 1924 با سرداری نصرت الله مخصوم لطف‌اللهیف به فعالیت شروع نمود. معاونش خواجه رحمت الله، کاتب میرزا سعدالله رجبов و اعضایان عبدالعزیز قرشی آقسقال و دیگران تعیین شدند. گفتن ممکن است که اولین نمایندگانی با صلاحیت حاکمیت دولتی برای پیشبرد کارهای سیاسی و دولتداری همین گروهی تأسیس شده حساب می‌یابد. 16 اوگوست سال 1924 به هیئت کمیسیون مرکزی تقسیمات ملی و مرزی آسیای میانه از تاجیکان چنار امامov، عبدالرحیم حاجیبایف و محیدین سید جانov داخل کرده شدند. همین روز جلسه یکم کمیسیون حدودی عاید به تقسیمات مالی و حدودی جمهوری‌های نوتشکیل دایر گردید. نماینده های تاجیکان در کمیسیه با آواز مشورتی اشتراک داشتند. در ابتدا تشکیل ولایت مختار تاجیکستان در نظر بود. بعد تلاش های پیگیرانه فرزندان ملت و مذاکرات چندین کرته با تشکیلات متصدی، حقوق تشکیل جمهوری مختار تاجیکستان به دست آمد. تاجیکستان به حیث جمهوری مختار در نتیجه تقسیمات ملی و مرزی آسیای میانه، تاجیکستان 14 اکتبر سال 1924 همچون جمهوری مختار تأسیس یافت. به هیئت تاجیکستان ولایت‌های غرب، کولاب، قرغان‌تپه، حصار، قسماً سر آسیا از حساب جمهوری خلقی شوروی بخارا و اینچنین 12 ناحیه‌های منسوب به ولایت‌های پنجکент و اوراتپه از حساب جمهوری مختار شوروی ترکستان داخل شدند. از تاریخ تشکیل نظام اداره‌کنی دولتی در تاجیکستان از سال 1924 تا سال 1991 جمهوری مختار تاجیکستان یگانه جمهوری شوروی بود که در حدود آن شهر، مرکزهای صنعتی، راه‌های آهن و ماشینگرد و مرکزهای فرهنگی وجود نداشت. ضمن این تقسیمات بی‌عدالتانه و نابرابر، مرکزهای بزرگ تاریخی و مدنی و اقتصادی از حدود جمهوری بیرون ماندند. جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان را حکومت موقتی کمیته انقلابی اداره می‌کرد. مقام عالی حاکمیت دولتی جمهوری کمیته انقلابی به حساب می‌رفت. ریاست کمیته انقلابی را نصرت الله مخصوم لطف‌اللهیف رئیس، رحمت الله باباجانov معاون رئیس، اعضایان ریاست بوتبای دادابایف، شیرینشاه شاه تیمور، عبدالله یار محمدov و دیگران راهبری می‌کردند. 6 دکبر سال 1924 اولین جلسه کمیته انقلابی گذرانیده شد. مسئله اساسی جلسه تشکیل و براهمانی اساسهای حقوقی تشکیل جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، ساختار اداره‌کنی حکومت نوتأسیس، جابجاگذاری کادرها و معین نمودن حدود مرزی و مأموری به حساب می‌رفت. 28 دکبر سال 1924 اعضای حکومت نوتأسیس با هواپیما به دوشنبه آمدند. راهبران و مسئولان حکومت در بینای بیمارخانه رقم 1 موقتاً جای گرفتند. ماه ینوری سال 1925 کمیته انقلابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در دوشنبه جمع آمد و بعد اندیشیدن چاره‌های تشکیلی و حقوقی 3 فوریه سال 1925 هیئت حکومت جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان پرره گردید. در شهر
همگی 283 نفر اهالی زندگی میکرد. 4 فوریه در دوشنبه نمایش تشکیل کرده شده. در آن اعلامیه تشکیلیابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان قرائت گردید. حکومت در شرایط نامساعد کار را آغاز کرد. با پیشروی فعالیت حکومت نوتأسیس، حرکت بازمچیگری و دیگر عملهای قوه‌های ضد شوروی همه جانبه مانع می شدند. بیشتر از 200,000 نفر گریزه شده بود. تا سال 1925 تقریباً 85,000 اهالی را گرسنگی تهدید می کرد. مسئله اساسی حکومت نوتشکیل برگردانیدن گریزه ها به وطن بود. خلق تاجیک در دوره موجودیت جمهوری مختار با سازندگی و بنیادکاری خود صاحب دستاوردهای چشمرس گردید. به زعم آن با تلاش‌های پیوسته فرزندان برومند ملت تاجیک نصرت الله مخصوم، شیرین شاه تیمور، چنار امامov، صدرالدین عینی و دیگران ماه اکتبر سال 1929 درباره تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان قرار قبول گردید. ریسپوبلیکای مستقل شده می توانند رفیق استالین